بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما غلام سخی است، فرزند محمد نادر از قریه دروبای توچی. در سال 81 تا سال 90 را با خودم در لیسه مولانا جامی به حیث معلم ایفای وظیفه میکردیم. زیاد شاگرده زیاد متعلمین فعلا در خارج است، از جمله بچه انجینر ایدر که فعلا حالی در امریکایه و سایر شاگردایی که فعلا ایفای وظیفه من فعلا فارغ شده در خود افغانستان ایفای وظیفه من هستند، زیادترش هستند. خاطرهای البته زیادتر خاطرهای تلخ چنین داریم که تقریبا قریه دروبای توچی سابق 60 خانه 70 خانه بود، حال فعلا 35 خانه یا 40 خانه مانده. زن و مرد تقریبا که حدس میزنیم 300 نفر شاید باشد. دروباخ البته یه رقم از رشتفیدا و از پدرها که ما شنیدم به نام دروبا به این خاطر یاد میکرد که یک نفر اینجا کار میکرد. یک نفر آماده گفت که چی کار منی؟ گفت من کار منم که به نام روبا، فهمیدی؟ به نام روبا باشد دیگه. یه من به نام روبا، به نام دروبا علی مشهور. دایید البته قصه کنم که دایید خو امو حساب خانه بخشک میگیریم. خانه بخشک مشان مثل چشت اید را او در خانه زو برو، در خانه زو برو، در خانه زو برو. خو مقصد اینمی چیزی که یک صمیمیت بین مردم است. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از شما. اسم ما غلام سخی است، فرزند محمد نادر از قریه دروبای توچی که در سال 81 تا سال 90 را با خودم در لیسه مولانا جامی به حیث معلم ایفای وظیفه میکردیم و بعد از سال 81 تبدیل شدم به حیث مدیر و سرمعلم در لیسه نسوانی جنگلک. دیگه تقریبا 10 ساله که ما در اونجا سپری کردیم و بعد از او ایام تقاعد کردیم، تقاعد معلمی را. و فعلا هم به حیث ملیک قریه دروبای توچی که یک قسمت توچی را در بر میگیره و فعلا ملیک هستیم. شود سیب که مضمون ادبیات دری بود، مضمون اجتماعیات بود که تاریخ و جغرافیا بود. دوره لیسه از 7 تا 12 ما تدریس میکردیم. البته خاطره های زیاد داریم. زیاد شاگرده زیاد متعلمین فعلا در خارج است، از جمله بچه انجینر ایدر که فعلا حالی در امریکایه و سایر شاگردایی که فعلا ایفای وظیفه من فعلا فارغ شده در خود افغانستان ایفای وظیفه من هستند، زیادترش هستند. خاطرهای البته زیادتر خاطرهای تلخ چنین داریم که دیگه وقت کمه که ما تشریح میکنیم. البته قدومات تاریخیش خود زیاد است. قدومات اصلیش خوب معلوم هم نیست، تقریبا 300 سال 400 سال خوب باید بگیم که 400 سال قدومات تاریخی داره. همین که هوشمندا قصه مونن دیگه نه؟ دیگه تقریبا قریه دروبای توچی سابق 60 خانه 70 خانه بود، حال فعلا 35 خانه یا 40 خانه مانده. زن و مرد تقریبا که حدس میزنیم 300 نفر شاید باشد.
همین توچی منطقه دیروبا بله. چرا برام دیروبا یاد منه؟ دیروبا البته یه ما از ریش سفیدا و از پدرها که ما شنیدم به نام دیروبا به این خاطر یاد میکرد که یک نفر اینجا کار میکرد. یک نفر آماده گفت که چی کار منی؟ گفت من کار منم که به نام روبا، فهمیدی؟ به نام روبا باشد دیگه. این من به نام روبا، به نام دیروبا علی مشهور. والا فرهنگ و عنعنات مردم زیاد البته دمو دهید البته قصه کنم که دهید خو مو حساب خانه بخشک میگیریم. خانه بخشک مشان مثل چشت ایدره او در خانه زو برو، در خانه زو برو، در خانه زو برو. خب مقصد اینمی چیزی که یک صمیمیت بین مردم است دیگه. فرهنگی از مون متعال باقی گندم یک بسیار یک از روزهای تاریخی گل گندم که در وقت گل گندم البته گل خار مشهوره که مردم جمعاً نمی مردم توچی که تعدادی که هستن جمعاً دم پای خاک مورن و نمونجی به عنوان یک غذای مختلف، غذاهای گوناگون پخته مونن و نمونجی پای خاک مورن و کلگیش بسیار به مو اتحاد و بسیار به مو صمیمیت خاص و نمونجی پای خاک یک دعا مونن بعد از او پس برمیگردن خانه. دوم خوب دم زراعت فعلا مشغوله. خوب بله بسیار یک دی محدود که در کار دولت مشغوله، بسیار محدود دیگه. فعلا کلش دمو کارهای زراعت و کشاورزی مصروف. با منطقه توچا زیادتر گندم، جو، جواری، البته لوبیا، همین چیزا رو کشت. دیروبا یک مسجد در رسیب، البته مکتبش هم خب مکتب عمومیه به نام مکتب توچیه که نو تاسیسه، تقریبا 2 سال یا 3 ساله که فعالیتش مونه و یک مکتب فعلا مکتبی به نام ابتدایی توچی. برای منطقه ما که نزدیک هستن همینجا مورن در مکتب ابتدایی توچیه دیگه. که سابق بودن خونه در مکتب آیین هست و مکتب جنگلک هست، 2 مکتب دیگه مورن. حالا نو تاسیسه دیگه، نو پایه دمی مکتب توچی 2 سال 3 سال میشه که مورن. یک کلینیک داریم که کلینیک عمومی به نام کلینیک صحی در منطقه جنگلک که نمو فعلا زمین مردمی جنگلک، توچی، زرسنگ، خرطوغای، پیون کشته و نمو جای غزیر قلوج میزیم جمعیت دمزی کلینیک استفاده مون. شبکه آبرسانی خو نه، شبکه آبرسانی جور نشده، فقط اون یک کاریزه کورم به تلاش و به مزاحمت مردم دیگه به صحیح اون زمو استفاده. ولی محدود است. خو همی شبکه روشن و عریبا همی 2 چیز زیادتر مردم فعالیت منه و استفاده منسی. در مجموع خو مشکلات راه هست که ما از ولسوالی تقریبا به مسافه 2 ساعت راه ما در ولسوالی موریم و در ایام زمستان هم که برف شنه و نمی مسدود میشه مردم دسترسی به کلینیک و دسترسی به بعضی جای دیگه چیز مزایایی دیگه ندارن. مشکلات مردم زیادتر همی راهه که از ولسوالی دوریم و برف که شو خو نظمی مردم در تنگنا قرار میگیره و مشکلات مردم زیادتر میشه. بله دکان هست، 3 دکان، 4 دکان، 5 دکان هم هست. از اینجا تامین مونن البته مو ضرورت خوره از چیزا میاره، از ولسوالی میرن، از غزنی میرن، مواد اولیه را تامین مونه زمین بازار و غزنی. من فقط همیه که از مخیرین از ایشان تشکر مونیم و زیادتر کمک کردن، زیادتر همکاری کردن. بسیار تشکر مونیم که یک مسجدی که نو اعمار شده از زمین مخیرین است که یعنی ما همکاری کردن و این مسجد ساختیم و باز هم کوشش کنن که در قسمت زمین کریز و در قسمت مکتب و در قسمت کلینیک یعنی میره یک توجه خاص داشته شد. این کارش خب بسیار یک اقدام نیک است و این رسانه خو که صدای مردم، صدای خوب و بد مردم است، صدای مشکلات مردم را انعکاس میده، از حال احوال مردم آگاه میشه. از ایشان بسیار تشکر.